سلام. آقای مهندس ببخشید چند لاین قهوه داریم کلا؟ کل دنیا 4 نوع لاین قهوه داریم که متاسفانه تو ایران 2 لاینش شناخته شده است که به دسته عربیکا و روبوستا تقسیم میشه. ببخشید آقای مهندس محبوب ترین قهوه در دنیا کدومه؟ محبوب ترین قهوه در دنیا لاین عربیکاست، ولی در ایران متاسفانه روبوستا که ولی در آذربایجان 100% روبوستا. ببخشید میشه یه توضیح در مورد طعم قهوه بهمون بدین؟ لاین عربیکا عمدتاً ترش‌تر با نوت‌های فندقی، آجیلی، شکلاتی، وانیلی نسبت به خاستگاهی که برداشت شده. لاین روبوستا تلختر با اسیدی کمتر نسبت به عربیکا عرضه میشه. تفاوت عمده‌شون هم توی کافئینشونه. کافئین عربیکا خیلی ضعیف‌تر از روبوستاست، یعنی روبوستا نسبت به تلختر بودن کافئینش تا 2.5 برابر بیشتر از عربیکا میتونه داشته باشه. مرسی از اطلاعات قشنگتون، ممنون.